خوش اومدید به اولین ویدیو یوتیوب من تو سال 1404. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز 13 بدره و نمیخواستیم بیایم بیرون چون داره بارون میباره، یکم هم هوا سرده یه جوریه، ولی خب یهویی تصمیم گرفتیم که بیایم پیش خانواده عمم و 13 مون اینجا به در بکنیم. پنجشنبه است، من تازه الان از بیرون اومدم با اینکه امروزم تعطیل بود، ولی من رسما دیگه تعطیلات برام تموم شد. چقدر این آینه کثیفه، کاش پاکش میکردم بعد فیلم میگرفتم. اب نداره دیگه، این زندگی عادیه. داشتم میگفتم رفتم بیرون، یکی از مشتری‌ها زنگ زد گفت که میتونی بیای تولید محتوا برامون انجام بدی، امروز برامون چند تا فیلم بگیری. گفتم که آره میتونم، با اینکه نمیتونستم، ولی رفتم و اون لحظه که داشتم وسایلمو جمع می‌کردم متوجه شدم که یکی از وسیله هام نیست. هرچی همه کیفامو نگاه کردم دیدم نه نیست، تو خونه جا نذاشتم و اینو یه جایی احتمالاً گم کردم یا جا گذاشتم و یادم اومد آخرین جایی که رفته بودم یکی از مغازه‌هایی بود که براش کار تولید محتوا انجام میدم و این شد که اصلا صاحب مغازه این وسیله رو ندیده بود. من رفتم پیگیری کردم، به همکارش که زنگ زد گفت که آره من اینو چند روز پیش دیدم تو مغازه ولی بهش دست نزدم، گفتم این میاد برمی‌داره بذار مثلا جاشو گم نکنم، ولی گویا متاسفانه مشتری اومده و وسیله رو با خودش برده. حالا قرار دوربینا رو نگاه بکنم ببینیم. افتاده تو دوربین، اینو تو دلار 54 و 60 تومن اینا خریدم، 10 تومن بود اون موقع، احتمالاً الان خیلی گرون شده نمیدونم، باید نگاه بکنم ببینم چقدر افزایش قیمت داشته و دلار 104,000 تومن قراره این وسیله رو دوباره بخرم. برم ببینم چند شده. وقت که کوچیک آزار نره اون جارو کشی کن. خب قالب دومم در بیارم. کاملا اسفنجیه.